نیاز به استخراج اطلاعات خاصی از وبسایت‌ها یا داکیومنتاتون دارین؟ امروز میخوام نرم افزار لچت رو بهتون معرفی کنم. نرم افزار قدرتمند اروپایی ساخته کشور فرانسه و شرکت میسترال که میتونه در عرض چند ثانیه دیتایی که میخواین رو از هر لینکی که دارین جمع آوری کنه. به درس ششم از دوره رایگان اصول AI خوش اومدید. من حاتف هستم و امروز میخوایم نرم افزار لچت از شرکت میسترال رو بررسی کنیم. نرم افزار لچت یه نرم افزار و دستیار هوشمند قدرتمند برای شماست که قابلیت‌های خیلی جذابی داره و قراره تو این ویدیو از اکانت رایگانش استفاده کنیم و پروژه‌ای که داشتیم رو یک قدم دیگه جلوتر ببریم. و اما چرا باید از لچت استفاده کنیم؟ شرکت میسترال، شرکت فرانسوی که این چت‌بات رو میسازه و ارائه داده، جزو شرکت‌هاییه که تمام مدل‌هایی که کار میکنه رو به صورت اوپن سورس یا لایه باز در خدمت همه قرار میده و میتونید مدل‌های سبکش رو به رایگان دانلود کرده و رو مدل خودتون به صورت لوکال اجرا کنید. مدل‌های بزرگترش دستگاه قدرتمندی نیاز داره که معمولا سیستم‌های شخصیمون اون توانمندی رو ندارن و میتونید تو سرورهایی که اگر دارید ازش به صورت رایگان استفاده بکنید. جدا از این دستاوردها و فیچرهایی رو داره لچت که بعضا از بقیه متفاوته و میتونه تو جعبه ابزار AI شما قرار بگیره. پس شروع کنیم و یه اکانت رایگان بسازیم و ببینیم که چی کار باهاش میتونیم بکنیم. وقتی که وارد بشید اینجا میتونید ببینید که مشابه UI یا اینترفیس کاربری بقیه نرم افزار AI که تا الان ازشون استفاده کردیم و اینجا رو گزینه ساین اپ کلیک میکنیم. ما رو به این صفحه هدایت میکنه که مشابه بقیه میتونیم با جیمیل و بقیه اکانت ها یعنی اپل و مایکروسافت یا ایمیل و پسوردمون اکانت بسازیم. من گزینه جیمیل رو انتخاب میکنم و وارد میشم. بعد از وارد شدن چت های قبلی رو اینجا میبینید. مشابه بقیه یه سایت بار داره که من میبندمش که جا بیشتر باز بشه و شروع کنیم ازش استفاده کنیم. UIش به نسبت از بقیه یکم میشه گفت ساده تره. یه گزینه آپلود فایل و یه گزینه تولز رو داریم که ابزارهایی که داره رو میتونیم روشن و خاموش کنیم. قابلیت جستجو در وب، ساخت عکس، کنواس که قابلیت مشابه جمینی و چت جی بی تی و برای ساختن و ادیت کردن داکیومنت هاست و کد اینترپرتر که برای ساختن کد و نوشتن کد و نمودار هاست و میتونید اینا رو روشن و خاموش کنید. و به جز اون یه قابلیت جذاب دیگه داره که حالا خیلی تو این ویدیو واردش نمیشیم ولی اینجا نوشته میتونید ببینید که با ادساین که بنویسید میتونید ایجنت هایی که وجود داره رو منشن کنید. ایجنت اول که همون پیش‌فرض و دیفالت خواستیم میتونیم بعداً تو دوره پیشرفته خواهید دید که ایجنت خودمون رو هم بسازیم و ازش استفاده کنیم. فقط خواستم نشون بدم که قابلیت های جذابی داره که خود لچت رو هم یه گزینه خاص میکنه که ازش بخواین استفاده کنیم. و اما شروع کنیم به استفاده کردن ازش برای پروژه مطالعه موردی که من شروع کرده بودم تو این دوره دارم میسازم. کانتنت جنریتوری که درست کردیم و بعد باهاش محتوایی که درست کردیم رو داریم. الان میخوام تو این ویدیو از سایت تک کرانچ که یکی از سایت‌های خبری معروف حوزه تک هست استفاده کنم و بیام آخرین اخباری که تو حوزه AI داره رو میخوام از سایت تک کرانچ استفاده کنم و بیام آخرین اخباری که تو حوزه AI داره رو از طریق لچت محتوا در موردش در بیارم و پیدا بکنم. این لینک رو در کنار پرامپتی که از قبل آماده کرده بودم بهش میدم و ازش میخوام که مقالات اخیر رو 5 تا رو برام بنویسه. همونطور که میبینید با سرعت خیلی خوبی 1.8 ثانیه رفت لینک رو خوند و شروع کرد به جواب دادن. در نهایت بهش میگم که لطفاً همه متن ها را به فارسی بنویس. در نهایت اینم براش میفرستم که تیترها را هم فارسی بنویسه. خب میبینید که از مدل لاماچار متا شروع کرد که امروز منتشر شده بود و اینکه کمی گمراه کننده است. یکم اومده بودن زرنگ‌بازی در آورده بودن، گفته بودن 10 میلیون کانتکست لیمیت یا ظرفیت پردازش توکن داره، اما معلوم شده که
بیشتر از حدود 200,000 تاشو استفاده نمیکنه و عملا فقط بازی با عدد بود و اومده این خبر رو پیدا کرد و از داخل اون لینک اومد نوشت. میبینید که خیلی قشنگ میتونه لینک هایی که براش میفرستین رو پیدا کنه. من یه عکس گوگل شیتی هم که گرفته بودیم اونم براش میفرستم، میگم که متنشو بنویسه. یه قابلیت جذاب دیگه هم که داره قابلیت OCR یا تشخیص متن تو تصاویر. میتونید از داکیومنت هایی که دارید عکس بگیرید و بهش بگید که براتون بنویسه. قشنگ میبینید رفت اون گوگل شیتی که داشتیم محتوا رو پیدا کرد و اومد برامون نوشت. قابلیت های جذابی داره و همونطور که میبینید میتونه کنار بقیه ابزارها براتون قابلیت استفاده کردن داشته باشه و بهتون کمک کنه. حالا شما برای تمرین خودتون اگر اطلاعاتی از لینک خاصی مد نظرتون هست یا نیاز دارید که نکته خاصی رو از جای استخراج کنید، این ابزار به دردتون میاد. مشابه بقیه هم میتونید باش چت کنید و اطلاعات بگیرید و چیزی که برای پروژهتون مفیده رو پیدا کنید و بهش اضافه کنید. تو درس بعدی قرار مدل AI چینی دیپسیک رو با هم دیگه مرور کنیم و ازش استفاده کنیم. لطفاً اکانت رایگان بسازید و لچت رو استفاده کنید، با این نرم افزارم آشنا بشید و تو ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.